من به این باور هستم که نظامی که در 14 سال گذشته در یک کشور حاکم بوده چیزی را به نام فرهنگ به رسمیت نمیشناسه و نمونه خوبشم که میتونه یک پشتوانه برای اثبات از این گپ باشه است که شما در 2 انتخابات ریاست جمهوری برنامه های نامزدان ریاست جمهوری را دیدیم، شنیدیم، خواندیم. هیچ کدام از این نامزدان از فرهنگ نامی نبردن در برنامه های خود و یا ای که فرهنگ را چگونه نهادینه بسازن در این کشور، چه برنامه های برای گسترش فرهنگ دارن، چه برنامه های برای غنابخشی فرهنگ دارن، اصلا اشاره هم نشده. پس معلوم میشه که اینمی نظام و دولت مردانی که در اینجا وجود دارن اصلا چیز را به نام فرهنگ به رسمیت نمیشناسن.